رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مانده شدیم، رمضان گفتیم تا مانده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، الله خاله تو گم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب یا سنگ پایمان یا یک کوزی خب گروه رمضان خانی آماده این بخیر؟ آماده این؟ بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 شب میمانه، رمضان 30 شب میمانه، رمضان قوت ایمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مانده شدیم، رمضان گفتیم تا مانده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. آمده اند آنان که خنده بر لبمان میدهند، در خانه فقیرانه من آمده اند. من که خرسند ترینم در این شب زیبا، من که خرسند ترینم در این شب زیبا، چون همه فرهنگیان و خوش صحبتان آمده. نام خدا، نام یک کفی هم بفتکاری میکنیم. نام خدا، خداوند شما ده 1000 سال عمر بده. بسیار بسیار تشکر. خود شما هر دو تا گلای هنریم. واقعیت به شما دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. هر روز نرو به این بازار عطاران تو بیکاران، و دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. شعر گفتم، سلام علیک گفتم. یک خواهشی هم دارم به جمع دوستا، هر دو برارزاده گل ما اگر بلدم 100% بلدم رمزونی به مجله و دوربین خود اینا تکرار کنم. کجی جان خود اینا بخون رمزونی. شما چی میگن شما ادامه بله بله بله. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان السلام علیک. کاکا فهیم جان و پجی جان، ما اینا از تعطیلات مکتب فوالک ابتدایی بیسی که فیلم سنین جمع کردیم. اینا هم از توفیر رمضانی شما و از طرف دوشهزاده هرات بلال عمر برای شما دیگه. اگه بخوایم یا مشکنونیم برای شما دیگه اگر نشکنیم بیتره. ما فکر کنم که اینا حیف میشه. به بسیار بسیار تشکر بیننده های عزیز. اگه فکر شما باشه برادم اینا بیشتر بگم. خدا کنه که لاککی باشه. بسیار برای ما ارزش داره. همین دیزاین ازی، همین خود همین کوزی قدیمی بسیار ارزش داره. بسیار تشکر از شما، محبت کردیم، لطف کردیم.
قربان شما، تشکر از شما، بسیار لطف کردید. قربان شما. بیننده‌های عزیز بسیار تشکری میکنیم از شما که تا به این لحظه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. شب زیبای شما بخیر باشه. دو گل محفل و مراسم و همی رمضانی امشبم به خدمت شما هستم. بازم من این برارزادار صفحه اینستاگرام را حتما فالو کنیم.